شبه، از اون شبای مهتابی و پرستاره. توی دشت در ارتفاع یک کوه، هوا سرده، لباس گرم تنته، کلاه، دستکش، شلوار گرم، کاپشن. سکوت برقراره. تنها صدای سوختن هیزوما رو میشنوی، هیزومایی که باهاشون آتیش روشن کردی، یا آتیش قبراق و سوزان. گرمای شعله ها رو روی پوست صورتت حس میکنی. گونه هات گل انداخته. آرومی، اونقدری که میتونی تصور کنی و فکر کنی به اینکه در تو چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. پادکست اندیش، اپیزود نخست. جدی در ما چه میگذرد؟ دقت کردین که انگار الان حال بد مد شده؟ البته به نظرم نه اون مدی که آدم ها به صورت خودآگاه انتخابش میکنن. یه چیزی که مثل بختک افتاده به جون بشر امروز. ربطی به نژاد و قومیت هم نداره. چون شما وقتی پای صحبت آدم ها میشینی و 10 دقیقه باشون صحبت میکنی، متوجه میشی که ای بابا، اینم درگیره، اینم به این بختک، به این ویروس، به حال بد دوچاره، مبتلاست. من و شما هم از هیچ قاعده مستثنا نیستیم. احتمالاً ما هم درگیریم، ما هم مبتلا به حال بدیم. در طول روز میون لحظات زندگیمون، زندگی امروزه، تو این قرن، تو این عصر، دست و پنجه نرم میکنیم با این نوت ناکوک، با این برهم زننده ی هارمونی زندگی، با این که آشناست ولی واقعا چیز غریبیه. مختل میکنه شیرینی زندگی رو و لذت بودن رو از ما میگیره. مدت هاست که دارم به یک راه حل فکر میکنم، به این که به قول لئو تولستوی بزرگ چه باید کرد. چرا گفتم به قول لئو تولستوی بزرگ؟ تولستوی یک کتابی داره به اسم چه باید کرد. کتاب قطوری نیست، کتاب کم کوچولو ولی بسیار محتوای غنی داره. اگر مطالعه نکردید مطالعه بفرمایید، ضرر نخواهید کرد. من آرش هستم و اینجا در پادکست اندیش قراره با هم در مورد اندیشه صحبت بکنیم و در باب مطالعات روزمرمون و تأملات از سطحی نگری تلاش کنیم که یکم برسیم به عمق. اندیش بن مضارع اندیشیدنه. ما هر لحظه از زندگیمون در حال اندیشه هستیم. خب هدف این پادکست و هدف من اینه که بتونم دری برای گفتگو باز کنم بین خودمون که ما از میون این گفتگوها بتونیم اون قطع پازلی که برای زندگیمون لازم داریم تا بتونیم بهتر اندیشه کنیم، بیاندیشیم و حالمون خوب بشه رو از هم بتونیم بگیریم. آنچه که درک کردم در باب این سوال که با حال بد چه باید کرد شد بهانه برای ضبط نخستین اپیزود پادکست اندیش که امروز میشنوید. آنچه که رشته افکار من است در جواب به این سوال. حالا تا اینکه شما یکم فکر بفرمایید، اندیشه بفرمایید در این مورد که با حال بدمون چه باید کرد، خاستگاه حال بد چیه، از کجا میاد، دلیلش چیه، من برم یک چایی واسه خودم بریزم بیارم، با هم بشینیم سر یه میز گرد گپ و گفت کنیم، ببینیم چی میشه کرد. کجا بیا بابا لاشینو میرم کاغذ جمع کنم. این ریختی نرو پایین باز جلو مردم. بیا کار دارم میخوام برم. بیا یه خونه خوراکی موری که خریدم. خیلی ممنون. بابا میگم آوردم تو اینجا رو ترتمیز کنم که بیاد چند دیگه رفت کاره. خیلی معذرت، من اصلا روحیه‌شو ندارم. بیا به انیمنی چیه به خود گفتی؟ بچه خوب به خودت برس. باید بیشترم همه رو 2 مرتبه بگیرم. امروز ساعت 12 تو دادگاه قرار داریم، یادت که باید هر چی نامو داری بزنی کنار رو زنر طلاقش بدی بره به کارش. خب صدای سکانسی رو شنیدید از
فیلم هامون با بازی عزت الله انتظامی و خسرو شکیبایی، جفتشون رو به شدت دوست دارم و چه حیف که دیگه بین ما نیستن تا از این اثر زیبا مجدد خلق بکنم. خب عزیز جان، من برای اینکه بتونم اندیشه خودم رو توضیح بدم نیاز دارم که یک سری مفاهیم رو از زبان خودم براتون تعریف کنم تا به یک تعریف مشترک، به یک درک مشترکی از یک سری مفاهیم پایه برسیم. اون موقع بعدش میتونیم با هم دیگه در مورد راه حل صحبت بکنیم و هم رو بهتر درک بکنیم. مفهوم اول زمان. از زمان لحظه اکنون مد نظر ماست. من اکنون رو به سان یک گود، به سان یک گودال تصور میکنم که ما هر لحظه از زندگیمون در درون اون، در ته اون قرار داریم. بنا به این شرایط در اکنون، یعنی در ته اون دره، در ته اون گودال، ما اطلاعات کامل و جهان شمولی نداریم. یعنی نمیدونیم که بیرون از این دره چه خبره. اینجاست که دو مفهوم دیگه پدیدار میشه. یک، مسیری که پیمودیم تا به ته گودال اکنون بیفتیم که خب من اون رو گذشته مینامم، و مسیری که بعد از گودال برای پیمودن وجود داره که خب اسمش رو میتونی بذاری آینده طبیعتا. اما جبر طبیعت گذشته رو یک طرفه کرده، یعنی فقط میتونیم بهش فکر بکنیم، گاهی تحلیل بکنیم و به عنوان تجربه ازش استفاده کنیم. آیندهم که کسی نمیدونه چه شکلی خواهد بود. به قول فروغ فرخزاد میگه که لحظه ها رو دریاب، چشم فردا کور است. دقیقاً هدف ما اینجا اینه، دریابیدن لحظه، اینکه بتونیم در لحظه حال بد رو عوض کنیم با حال خوب. و اما مفهوم دوم بیگانگی است. فلاسفه بزرگ از یونان باستان تا همه اونایی که اگزیستانسیالیسم رو امروز شرح میدن، مثل سارتر، کامو، حتی مارکس، تعاریف مختلفی از مفهوم بیگانگی دارن. اما آنچه که اینجا مد نظر ماست بحران بیگانگی است. من میخوام در مورد بحران بیگانگی صحبت کنم. ترکیب این دو، یعنی بحران و بیگانگی، به ما کمک میکنه که یک نگاه خاص به لحظه اکنون داشته باشیم و جور دیگه حال بعد لحظه رو درک بکنیم. من اینجا بحران و بیگانگی رو جدا جدا توضیح میدم و بعدش از تشکیل عبارت بحران بیگانگی بتونیم یک نتیجه بگیریم. رفقا، بحران اینجا زمانی رخ میده که یک ارزش از بین میره و چیزی جایگزین آن نمیشه. خب و بیگانگی هم یعنی حذف کردن، یا بهتر بگم چیزی را متعلق به چیز دیگری کردن اما به غلط. خب پس ما میتونیم در لحظه دوچار بحران بیگانگی بشیم. حالا بحران رو تعریف کردی، بیگانگی رو تعریف کردیم. کل عبارت بحران بیگانگی به نظرم به وضعیتی گفته میشه که فرد احساس میکنه از خودش، دیگران، جامعه یا حتی طبیعت جدا شده. مارکس خیلی این بحران بیگانگی رو در حوزه کار بررسی کرده که برمیگرده به مسائل مقابله با سرمایه داری و اینجور چیزا که نمیخوام به اون بحث بپردازم. اما هایدگر، فیلسوف آلمانی، بحران بیگانگی رو اومده در هستی و وجود بررسی کرده. این مد نظر ماست. خب این مد نظر ماست. من حس میکنم که بحران بیگانگی دقیقاً با حال بد امروز مرتبطه،
چون در دنیای مدرن آدم ها اغلب احساس میکنن نه به کارشون، نه به روابطشون و نه حتی به خودشون تعلق واقعی دارن. اگر الان شما تعریف‌های بحران و بیگانگی رو بذارید کنار هم، متوجه میشید که تعلق نداشتن به خودت، به کارت، به روابطت، به لحظه زیست خودت یعنی چی؟ حالا این بحران بیگانگی خودش رو میتونه به صورتهای مختلفی نشون بده و نمود بیرونی پیدا کنه. برای مثال چیزی که الان هستیم و خیلی پایین‌تر از اون چیزی میدونیم که فکر میکنیم باید میبودیم، تضاد، یا خودمون رو مرتب با بقیه مقایسه میکنیم و مستقیم میریم سراغ نداشته هامون مقایسه کردن. خب اینجاست که من فکر میکنم اون ارزشی که از بین رفته و یا با یک چیز اشتباه جایگزین شده، ارزش نگاه به خوده. حرفم شعار نیست، یکم دل به حرفم بدید. تجربه های ما در حال نابودی است. مارکس در کتاب سرمایه خودش می نویسه که ما رابطه خودمون رو با 5 چیز قطع کردیم: با اشیا، با زمان، با مکان، با خود و با دیگری. تجربه از تعامل و ارتباطی که به دست میاد، از هر گونه تعامل با هر گونه چیز، حالا محیط، شیء، اشیا، با خود، با دیگری، با هر چی. اون فیلسوفی که در تنهایی و انزوا به معانی دست پیدا میکنه، یا اون شاعری که اشعار درخشان مینویسه، یا فرض بفرمایید اون نویسنده معروفی که چه میدونم در انتهای بیماری داره سر میکنه ولی میاد یک کتابی مینویسه، مثلا مارسل پروست، و یک اثر بسیار درجه یکی رو خلق میکنه به اسم در جستجوی زمان از دست رفته. خب اینا چه کردند؟ من حس میکنم اینا ارتباط قویی با خودشون، با محیطشون و زمانشون داشتن. خب و این ارتباط باعث شده که تجربه اونها از زیستن نابود نشه. یعنی دیرند تجربه رو حس کردن. حالا این دیرند تجربه یعنی چی؟ ببینید داستان مثل جا افتادن قرمه سبزی میمونه. این که شما وقتی قرمه سبزی رو میخواید خوش طعم، خوش رنگ و جا افتاده در بیاری، باید بهش زمان بدی. شعله‌ش رو کم میکنن، دمای کافی زمان لازم رو بهش میدن تا کامل بشه، تا به کمال قرمه سبزی بودن برسه. خب که اگر این دیرند لازم، این زمان لازم رو به قرمه سبزی ندن، قرمه سبزی نمیشه. خب حالا ما اینو میتونیم تعمیم بدیم به زیستن در لحظه‌ای که داریم، به ساخت و داشتن تجربه. نکته‌ای که اینجاست حواس پرتی ماست. ما حواسمون پرته، یا به گذشته یا به آینده. یک جمله‌ای هست خیلی معروفه، میگه که زندگی چیست؟ زندگی اندکی گذشته، خیلی اکنون و کمی آینده. خب ما باید حجم زیادی از حواسمون رو به لحظه اکنون، به گودال اکنون بسپاریم، نه به گذشتمون، نه به آیندمون. ما از لحظه تمرکز زدایی کردیم، یعنی در لحظه جریان نداریم و تمرکزمون درگیر جاهای دیگه است، زمانهای دیگه است. به خودمون زمان نمیدیم. یک نظریه یا یک ایده ای هست که هانا آرنت میگه و اسمش رو گذاشته زندگی نظرورزانه. حالا این زندگی نظرورزانه یعنی چی؟ برای آرنت زندگی نظرورزانه به عنوان یکی از فعالیت اصلی انسان، یعنی در کنار زندگی فعال و زندگی لذت جویانه تعریف میشه. این ایده از فیلسوفان یونان باستان به ویژه افلاطون، ارسطو الهام گرفته شده. آرنت در عرضم حضور شما که در کتاب وضعیت انسانی خودش به این موضوع میپردازه
و خیلی سعی میکنه که نقش تأمل و تفکر رو در زندگی انسان باز تعریف بکنه. زندگی نظرورزانه از دید آرنت نوعی فاصله گرفتن از امور روزمره و دنیای عمله، ولی اون معتقدی که خیلی نمیتونه زندگی رو از زندگی فعال جدا بکنه. به نظر او تفکر و نظرورزی برای فهم زندگی و ایجاد معنای آن ضروری است، اما این تفکر باید در ارتباط با جهان عمل باشه تا به انزوا و بی‌ربطی نینجامه. خب این خیلی نکته مهمی. آرنت میگه وقتی شما حس تعلق به خودت نداری، به زندگی خودت نداری، دچار بحران بیگانگی ارزش‌هایی، یعنی از زندگی نظرورزانه دور شدی، یعنی از عمق به سطح اومدی، درگیر زندگی سطحی نگرانه شدی، سطحی نگر شدی، معنای زندگی رو از خودت گرفتی و نمیدونی معنای زندگی چی و این میشه منشأ حال بد. خب و در ادامه میگه که شما وقتی میخوای برگردی به زندگی نظرورزانه و حالتو خوب بکنی، این کار با یک سری امور بینابینی اتفاق میافته. امور بینابینی چیه؟ لحظاتی که ما آروم، به دور از سرعت جهان، فارغ از هر چیز، به اون کاری که داریم انجام میدیم تمرکز میکنیم. حواسمون به لحظه است. مثلا وقتی آفتاب داره غروب میکنه و شما فرض بفرمایید روی تراس خونتون دارین آفتاب غروب کرده رو نگاه میکنی، حواستون جمع لحظه باشه. یا اگر دارید با کسی گپ و گفتی انجام میدین، در لحظه 100% اونجا حضور داشته باشین. خب این میشه امور بینابینی که در نتیجه میرسه به یک زندگی نظرورزانه، که زندگی نظرورزانه به شما معنی میده و تجربه شما رو از نابودی دور میکنه. در نتیجه احتمالاً حال شما خوب خواهد شد. اما من خیلی دوست دارم این ایده زندگی نظرورزانه رو با زندگی فعال و با دستاورد ترکیب بکنم. به نظرم بهترین نسخه اینه که شما در روز دستاورد داشته باشی. دستاورد منظورم انجام پروژه های روزانه است، پروژه هایی که دارای بار معنایی هن. هر چیزی میتونه باشه. فرض بفرمایید شما میخواین یک شعری بخونید، متنی بنویسید، به درخت نگاه بکنید، خونه رو تمیز بکنید. پروژه، اون کار باید برای شما معنی داشته باشه، باید به شما معنی بده. وقتی چیزی که دارای معنی است، یعنی از سطح کمی عمیق تره. حالا دستاورد یک پروژه عمیق میشه دروازه ورود برای انجام امر بینابینی، نتیجه زندگی نظرورزانه و حال خوب. خب ما تا اینجا در رابطه با حال بد صحبت کردیم. منشأش کجاست؟ از نابودی تجربه گفتیم، از نداشتن زندگی نظرورزانه حرف زدیم، از قطعی ارتباطمون با خودمون، با درون و بیرون خودمون گفتیم و رسیدیم به اینجا که حال بد اکنون از همه اینها میاد و از بحران بیگانگی ارزش‌ها نشأت میگیره. یک کوچیک به این که چه باید بکنیم هم اشاره کردیم، ولی الان وقتشه که جواب رو به طور کامل باز بکنیم، ریز بشیم و بتونیم واقعا بفهمیم که با حال بد چه باید کرد. روزی شدم به توهینی قش کرد و دلش گرفت و رفت. روزی شدم به صداقت وای 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 کجا رفت. 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 وای 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 کجا
کجاره همش دلم میگیره همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشو بلبل زدم جور نشو همش دلم میگیره همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشو بلبل زدم جور نشو. رهاش کنیم؟ به نظرم نه، چون ریشه میزنه. حال بد رو میگم. ذهن ما کارکرد منفی سازی داره و به هر آنجا که منفی حال بد کنه دامن میزنه و هی عمیق‌ترش میکنه، بزرگترش میکنه. پس رها کردن ذهن و حال بد راه حل درستی نیست. چرا ذهن ما کارکرد منفی ساز داره و اساساً یاد گرفته که تولید افکار منفی بکنه؟ به خاطر بقاست. چون در دوران تکاملش وظیفه ذهن حفظ بقای انسان و بشر بوده و اینطور یاد گرفته که باید به هر چیزی به نکته منفیش و به خطراتش نگاه بکنه. اینو ما باید متوجه بشیم که افکار منفی و حال بد وجود داره چون ذهن ما خالقشه و ما کاری نمیتونیم برای نابودیش انجام بدیم، یعنی حذفش نمیتونیم بکنیم. تنها راهی که داریم ساخت حال خوب، ساخت اندیشه های مثبت در ذهنه. چون خود ذهن که اساسا مثبت ساز نیست، پس کار ماست که این کار رو انجام بدیم و مثبت گرایی رو یاد ذهن بدیم. ذهن رو باید مشغول نگه داریم، باید مشغولش کنیم، نباید بذاریم برای خودش جولان بده. ببینید، مشغولیاتی که نتیجه انجام یک کار عمیق مطابق با علاقه و با حواس جمعی در لحظه است. نظرتون رو جلب میکنم به زندگی نظرورزانه و امور بینابینی که بیشتر از این با هم دیگه صحبت کردیم در موردش. منظورم از کار عمیق کار بزرگ و دشوارم نیست، یک پروژه کوچیک که مجدد هم قبلا در موردش صحبت کردیم، مثل خوندن یک شعر، نوشتن چند خط کد، شروع کردن یک گپ و گفت یا هر چیز دیگه. این دید رو در خودمون پرورش بدیم که همه لحظات ما یک پروژه است و ما باید پروژه مربوط به این لحظمون رو خودمون انتخاب بکنیم. این نکته مهمیه، دید جالبیه. حالا نتیجه این پروژه های کوچولو، یعنی در لحظه، در اکنون، که شما با تمرکز، عمق و علاقه انجام دادین، میشه دستاورد و این یعنی زندگی فعال. الان فکر کنم کم کم داریم میریم جلو و داریم زندگی نظرورزانه رو ترکیب میکنیم با زندگی فعال که یک نسخه ای رو بتونیم به وجود بیاریم که نتیجهش حال خوب ما بشه. بریم جلوتر. وقتی ما یک پروژه و یک کار رو کامل انجام میدیم و به دستاورد اون پروژه پی میبریم، در اصل داریم یک شخصیت مستقل و عملگرا و مثبت اندیش رو پرورش میدیم. این شخصیت هست که میتونه مقابل اون ذهن منفی ساز و حال بد ایستادگی بکنه. خب و کم کم ذهن ما متوجه میشه که نه، من هر چی تلاش میکنم که فکر بد بسازم، ذهن منفی رو، افکار منفی بسازم، حال بد تولید کنم، تو سر این بابا بزنم، جواب نمیده. این دیگه توجه نمیکنه. چرا؟ چون با انجام پروژه های کوچیک تونسته ارتباط برقرار کنه. با چی؟ با زمان، با مکان، با خودش، با اشیا و با پیرامونش میتونه ارتباط بگیره. این ارتباط گرفتن زمان کافی رو میده برای کامل شدن یک تجربه‌ای که کامل جا میفته. مثال قرمه سبزی و از بین رفتن تجربه و دیرند تجربه رو یادتون بیاد. تجربه‌ای که کامل جا میفته و این جا افتادگی، این لعاب دادن تجربه میشه همون زندگی نظرورزانه. خب حالا اینکه چه پروژه‌ای انجام باید داد، اینکه چقدر طول میکشه، من جوابی براشون ندارم واقعا، چون نسخه واحدی که نداره.
همه این حرفایی که اینجا داریم میزنیم یک اپروچ کلی است، یک نگاه کلی است. جزئیاتش مربوط به خود شماست، نیاز به اندیشیدن شما داره. شما باید اندیش بکنید، اندیش انجام بدید در لحظه و حالا بسته که به ذهنتون، گذشته‌تون، حالتون، وضعیتتون ادراک های مختلفی رو انجام میدید، دریافت میکنید و اینکه من حالا چه بکنم در لحظه، چه پروژه‌ای رو برای این لحظه انتخاب بکنم رو میتونید متوجه بشید. اون زمانی که اونجا ما برای خودمون خرج نمی کردیم، اینجا باید برای خودمون مصرفش بکنیم. مسیر ساده است، گام ها مشخصه، صحبت کردیم، الان متوجه شدیم که منشأ حال بد چیه، دلیلش چیه، چه کار باید بکنیم، راه حل پیشنهادی هم که شنیدید. اما آسون نیست، ساده است اما آسون نیست. هر روز، هر لحظه باید حواسمون به ساخت و پرورش اون شخصیت رهایی بخش باشه. رفقای من، این یک تدریجی مستمره. جمله قشنگیه، یک تدریجی مستمر. ابوسعید ابوالخیر یک رباعی بی‌نظیری داره که خیلی خوب میتونه یادآور صحبتهای ما باشه. ما اگه بتونیم اینو حفظش بکنیم و هر روز چند باری، چند نوبت در روز اینو برای خودمون زمزمه بکنیم، یادمون میاد که باید دستاورد معنیدار داشته باشیم در لحظه و این دستاورد معنیدار در لحظه تجربه برای ما میسازه و این تجربه معنی میده به زندگی ما و ما از سطح به عمق میرسیم و حالمون خوب میشه. احتمالا اینو باید تمرین بکنیم هر روز. من رباعی رو براتون میخونم و حالا تفسیرش با خودتون. خیلی دوست دارم که خودمون رو با خودمون تنها بذارم این روزا، فکر بکنیم، به خودمون زمان بدیم. هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم. بر حاشیه کتاب چون نقطه شک، بیکار نیم اگرچه در کار نیم. اینجا پایان اپیزود نخست پادکست اندیش. امیدوارم که پروژه ها و لحظات نابی رو از این به بعد با یک دید باز برای خودمون بسازیم. خداحافظ. هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم. بر حاشیه کتاب چون نقطه شک، بیکار نیم اگرچه در کار نیم. بر حاشیه کتاب چون نقطه شک، بیکار نیم اگرچه در کار